میگه یک اولیای خدا در سین خردسالی بود. پدرش وزیر و مادرش جانشین همسر پادشاه. این اولیا که یک تاپرست بود، پادشاه امر کرد که این جوان را در آتش سوزانید. وقتی میگه این اولیای خدا را نزد آتش آوردند، مردم زیاد جمع آمده بودند، تماشا داشتند. پدرش وزیر بود. پدر فکر کرد که حالا پسرش از او کمک طلب میکند. مردم به پدرش گفتند: ای وزیر، پسرت را در آتش سوزانده ایستادند، تو کاری نمیکنی؟ این اولیا خنده کرد و در جواب گفت: از الله مهربان تر کسی نیست. وقتی میگه این سخن گفت، این اولیا را که در درون آتش پرتافتند، آتش خاموش شد. میگه این پادشاه باز امر کرد که در یک جای دیگر آتش آماده کنید. در او جا هم آتش آماده کردن، این جوان پرتافتند، او آتش هم خاموش شد. میگه پادشاه غضبش که پایان آمد، گفت این را به زندان برید و این را چیزی ندید، بگذار که از گرسنگی و تشنگی بمیرد. میگه این جوان داخل زندان بردند. 2 ماه میگه از بین گذشت، در داخل زندان محکم بود، با او نه آب و نه نان میداد. در داخل زندان 2 ماه، از بین 2 ماه گذشت. خواستند که جسد این اولیا را، خواستند که استخوان‌های این جوان را گرفته به بیرون پرتایند. میگه وقتی که در پنجره راهی کردند، نگاه کردند که چنان نور از رویش باریده ایستاده است و نشسته نماز گذاشته ایستاده است. اینها حیران میشوند، بعضیش میترسد. خبر به پادشاه میرسانند. میگه پادشاه، او جوانی که ما 2 ماه در درون پنجره نگاه داشتیم، با او کسی چیزی نداد. پنجره تا حال چندین قفل زده محکم بود، اما اون جوان زنده است، سلامت است، نور از رویش میبارد. میگه وقتی که این سخن پادشاه شنید، یک تکان خورد و گفت این جوان را به نزد من بیارید. وقتی که این جوان را به نزدش آوردند، پادشاه گفت: تو بگو در داخل این پنجره به تو کی نان و آب داد، تو را از این پنجره رها میکنم. این اولیا در جواب گفت: جایم بسیار خوب است. اگر که صدها سال مرا در پنجره نگاه دارید، برای من فرقی حتی ندارد. برایم بسیار خوب است. گفت: من در داخل پنجره بودم، یک شخص به صورت پدرم می آمد، به من نان و آب می داد و می رفت. الله اکبر. وقتی پادشاه این سخن شنید، فکر کرد که کسی به این آب و نان داده است. میگه همگی را در زندان انداخت. گفت: تا قائل نشوید که کی به این نان و آب داده است، شما را هرگز از اینجا رها نخواهم کرد. میگه همه در یک سخن بود. گفت پادشاه هم: به نزد این در این مهلت 2 ماه کسی تاب خوردگی نیست. هیچ کس به نزد این آمده نیست. ما نمیدونیم که این را کی داده است و از کجا داده است. این اولیا در جواب گفت: ای پادشاه، تا کی غافل میمانی؟ به من از شما کسی چیزی نداده است. مرا خواسته که مجازات کنی به سبب یک شخصیت که این هم الله بود. مرا الله داد. الله اکبر. وقتی میگه پادشاه این سخن شنید، میگه همون کلاه خود را از سر برآورد در سر این اولیا گذاشت. گفت: تو در جای من نشین و من در جای تو میرم. این اولیا گفت: به من چیزی لازم نیست. پادشاهی تو، مال و ملکت همش از خودت. میگه این سخن گفت و رفت. با شما بودیم صدای امید. در حق ما با دعا باشید.